69 اگر فارسی با بخونن اونجا گفته شده که یهودیان، عیسویان، صاحبیان از کسایی هستند که از زبور از داوود علیه السلام و هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند مؤمن هستند. دیگه در این باره زیاد در جاها گفته شده. مؤمن بودن یعنی چی؟ مؤمن یعنی دین دارن، مسلمان هستن، به خدا ایمان دارن. کسی پیروی به این معنا میده که امو دین از ما لغو نیست، منسوخ نیست. این با زمان کتابایشان که آمده نه. مثلا در سوره بقره در آیه 62 همین چیزا گفته شده تمامش نه. کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن پاداششان در نزد خدا محفوظ است. گفته ای پیغمبر بگویید به کسانی که به عیسی و موسی و یهودیان و صاحبیان به طور کل و کسانی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارند پاداششان در نزد خدا محفوظ است. اگر شما در اون چیزایی که ما براتون کتابایی که ما براتون روان کردیم شما پابند همون باشین نزد خدا پاداشتان محفوظ است. این در سوره بقره آیه 62 گفته شده. گوش کن تقصیر. در سوره بقره چندین آیه است، مثلا گوش آیه کن تقصیر. 89 است. گوش کن. ما فهمیدیم به شما را. این به همون زمان خودش کسی ایمانی در همون زمان با کتاب خودش ایمان آورد و تسلیم همون پیغمبر همون زمان شد وای مؤمن هست، وای مؤمن، وای مسلمان. ولی من ترا آیتی صراحتاً خوندیسم تقصیر. صراحتاً آیتی. ایتا آیتی ایتا پوشیده نیست. میگه و مای یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. خدا گفته سای این آیت ها را همه را هون آیت طرف میمونی و این آیت روشنترین آیت های فلن یقبل منه. از زبان عربی آگاهی داشته باشی. خداوند گفته سای هرگز دین تا قبول نمیکنم. فهمیدید کدام آیت های؟ کدام آیت های و ما یبتغی غیر الاسلام دینن دوره همونجا سوره بقره ده هست. کدام آیت شد؟ حاضر ببینش و ما یبتغی غیر ببین و ما یبتغی غیر الاسلام دین. کسی غیر دین اسلام رو قبول میکنه. این چیزایی که شما میگین هر کسی که با همون کتاب در همون زمان ایمان آورد و مؤمن ای اونا همش نجات یافتگیان. پیشگوی خدا و گناهگار نیستن. یکی ای زمانی که قرآن آمد همه دین دیگر منسوخ شدگیان دیگر. اینها دیگر اعتبار زیرا که اینها هم منسوخ شدن هم دیگر تعویل همه اینها دیگر تحریف شدن. اگر مکمل منسوخ شدن خوری قرآن بیارم در سوره عنکبوت در آیه 46 گفته شده که همراه اهل کتاب به خوبی صحبت کنید. یه تقصیر سوره یونس آیه 40 گفته که هر گروه با پیامبر هر گروه پیامبر دارد وقت در روز قیامت با پیامبرشان میارن مورد قضاوت از روی کتابشان قرار میگیرن. این بزرگی قرآن ای. این بزرگی قرآن ای که میگه با اینها شما معامله درست کنید. پیامبر میگه من از زمیم فقط از آنی کسی زمی را آزار میته مرا آزار داده. زمی کیه؟ کسی اسلام قبول نمیکنه میگه مرا آزار داده. این بزرگی اسلامی ما های تقصیر. ولی این معنی را ندارد که دیگر کسی پایبند زبور و داوود و انجیل باشد اینها هم پگاه پیش خداوند مثل مسلمان واری مرتبه بیان. این آیت ها من ترا آیتی صراحتاً خواندیسم که فلن یقبل منه. بین دوام آیت گوش کن و هو فی الاخرتی من الخاسرین. الله میگه کسی غیر دین اسلام قبول کرد خاسره میدونی ذلیله خاره. خدا میگه برای همین در برابر این آیت برادری عزیز هیچ چیز اینهایی که تو میگوی این بزرگی دین اسلام ما که به همین احترام گذاشته است. ما در سوال سوره نحل را بین سوره ممتحنه را بین میگه قریبترین انسان ها به سوی مسلمان ها نصرانی ها هستند. یهودیان قریبترین نفرهایی که به سوی مسلمان این نصرانی ها هستند. حتی نصرانی ها با مقصد دین های ما و شما را اعتراف میکنند و خداوند میگه شما اینها را احترام بگذارید.
این احترام چیزی دیگر است. احترام یکی است، یکی فسخ مثلا شما میگم مثلا دستور جاسیه تفسیر من دیگه با شما گپ ندارم. ما چیزی را گفته سواد روشن هر کس به اساس کتاب خود خوانده میشه. در سوره بقره همین آیت تفسیر میوی زیرک شدم چخیلی که را کفتی افتی کو هم را بکوبی و زیرک شد ببین خدا خواه خاطر جمع میشه. نه این هم میوی تا این طریق ایمان داره هم سوره بقره در مشکل نیست. سوره بقره ادامهش که شما میگین بعد از 62 در اخراجی آیت آیت 89 گفته شده که برای آنها قرآن نازل شد تا که از کتاب‌هایی که برای خودشان نازل شده بود تصدیق کنند. قرآن را به خاطر از این نازل کردیم. خلاص همه جواب من همه تفسیر جواب من همینه. جواب من همین آیت قرآنی که صراحتاً برای آدمی که این همی خلق فهمیش داشته باشه دیگر قبول ای تقصیر که خداوند این الدین ایش چی معنی میته؟ این الدین عند الله اسلام. اگر شما را قبول دارم هدف آمده ای بود که همین کتاب‌های دیگه بالای سر ما قبول است. همش قبول است. ما کتاب آسمانی ام کتاب‌های مسلمانی که اگر به تورات ایمان نیارد به زبور ایمان نداشته باشه و مسلمان نیست، زیرا اینها هم کتاب‌های آسمانی اند. ولی از زمان نزول قرآن دیگر اینها اعتبارشون را گم کردند. تمام دیگر عالم باید همه پیروی از دین اسلام کنند، پیروی از قرآن کنند دیگر. حتی انا امروز ببین در قرآن میگه که حضرت عیسی در سوره حجرات میگه حضرت عیسی برآمد کرد که از بعد من ببین میاد چی پیغمبر میاد اسمه احمد، پیغمبر میاد به نام اسم احمد. حضرت عیسی را خدا گفته است که عیسی همین خیلی برآمد کرد که میآید. همین سخن عیسی در درون انجیل نیست. یعنی دشمنای دین اسلام همینها را برادر عزیز بسیاری از آیات ها را برداشته گرفتن و بعضیش تعریف کردن، دیگرگون کردن. یعنی با دست مردم دیگرگون زین خاطر از این بیبلیایی که در دست یو است، خب اگر یک قسمتش از همون کتاب آسمانی قسمت دیگرش تحریف شده است. زین خاطری که همه برادر عزیز دیگر در برابر این آیت یگان چیز دیگر نقش نمی‌بازه. این چیزایی که آیاتایی را که مثال می‌خونند من روز اول در برآمدم گفتم که برادرای عزیز شما در نسبت این مردم احترام بگذارید. این مردم قرآن پشتیبانی میکنند که شما حق ندارین که اینها را حقارت کنین، حق ندارین مال اینها را مثال همچون مال غنیمت گفته بگیرین، حق ندارین که مثال حتی به قرآن تا جای آورده است که دخترای اینها را شما نکاح کرده بگیرید، بزنی بگیرید، بگذار جانب اینها نسل بیاد. قرآن بی میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اهل کتاب بخورید. چقدر اسلام دین اسلام برای ما امکانیت داده است که بکنین همین را با اینها رفتار کنیم. همون را که گفته علی به احتمالا میده که منحل نشد همون دین از ما فسخ نشد. های تمام ادامه داره که از اونها شیخ سعدی میگه آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی آن است جوابش که جوابش ندهی. تفسیر همیه آیت قرآن معناش ببین ان شاء الله اگر بگم که آرام میشه. بعد من برای شما پگا میگیرم میارم شما برای فهمیدم که شما را ما میشه چند آیت اگر شریف هست قرآن هست اگر نه تفسیرها تفسیر مراد از سوال همین بزرگ چیه؟ مقصد سوالش چیه؟ مقصدش این است که یعنی حاضر کسی پیروی انجیل هم باشه روز که اومد برم جنت میره. همین خیلی مقصد داره. آدم بیدین کافر گفته نمیشه چون به خدا و روز وای قیامت کافر ایمان داره. کتابی است. کتاب هم داره، پیغمبر هم بله داره. وای کافر است به قرآن، کافر است بر محمد. معنای کافر چیه؟ معنای کافر کفران نعمت کردن. قرآن نعمت است، محمد نعمت است، ولی این نعمت قبول ندارن. پیغمبر میگه من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر.
کسی نماز قصدن ترک میکنه به تحقیق کفران نعمت کرد. نماز نعمت های نخواندش کفران نعمت کرده. کسی قرآن قبول نداره، کسی محمد قبول نداره، اولا دین نداره، دویم نجات پیش خدا نداره، سیوم از این نعمت بزرگ اینها چیکار کردن؟ کفران کردن. فهمیدی صاحب برادر عزیز؟ زیرا یک دینی هست که خداوند بین میگه که گوش کن، خداوند میگه که اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ایش چی معنی داره؟ ایش چی معنی داره؟ اکملت لکم دینکم، دین را مکمل کردم. اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم. قرآن نعمت بود چی؟ که گپ گوش کن. و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی ای تو راضی میشم خودت ده، وقتی ای تو راضی میشم که تو دین اسلام قبول کنی. خدا میگه و رضیتو ببینین راضی میشم، خدا به سوی خودش راضی میشم من ای کی؟ و رضیت لکم الاسلام دینا، از شما وقتی اسلام قبول کنین من راضی میشم. چرا در دیگر کتابا نیست بگه که اگر همین را بگیری من تو راضی؟ میگه اسلام را بگی راضی میشم. از این در آیت های صراحتا چی داری دیگر؟ نه خدا فرمانده است که اسلام وقتی که مسلمان شدی تسلیم میشی، با وحدانیت خداوند قبول میکنی. خداوند یکتاست. اساس دین لا اله الا الله. قبول شد. کسی که میگه لا اله الا الله یعنی که به موجودیت یگانگی خداوند ایمان داره. بله. ما شما اونا همگی مومن گفته میشه. ما شما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما شما مومن و مسلمان هستیم. همین دو فرق در بین ما و مثلا مردمای دیگه هست. تا به وحدانیت خدا و الله از ما راضی می شود وقتی که ما اگر پیرو دین اسلام باشیم. الله از ما راضی می شود وقتی قرآن برای خود کتاب بگیم، کتاب خدا. الله از ما راضی می شود. ببینید قرآن چی میگه؟ میگه قل این کنتم تحبون الله. کسی بگه که من خدا را دوست می‌دارم، میگه درا باورش نکن، شرط داره. شرط داره که کدام وقتی را باور کنی که این آدم خدا را دوست می‌داره. قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. کسی پیرو محمد است اگر دعوا کنه که خدا را دوست می‌دارم، باور کنی که خدا را دوست می‌داره. کسی اگر پیرو محمد نباشد بگه خدا را دوست می‌دارم، باورش نکن. ببینید آیاتی روشنی قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. اکبین ادامه آیات چی میگه خدا؟ یحببکم الله. اگر کسی را پیرو محمد دیدی، عاشق محمد دیدی، گوش کن تقصیر نرولی دو. گوش کن میگه وقتی که تو دیدی که کسی را که پیرو محمد است، عاشق محمد است، خدا با چی میگه؟ یحببکم الله، من دوستش میدارم. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاش را میبخش. کیرا؟ کسایی که دوستدار محمد هستند. دوستدارهای محمد دوستدارهای قرآن هستند. دوستدارهای محمد دوستدارهای دین اسلام هستند. خداوند محبت کسی را باور میکنه که او پیرو محمد باشد، او پیرو کتاب قرآن باشد. این خدا گفته است، این من نه. برای همین اسلام بزرگیش که دریای احترام به همه دین گذاشته است. همه دین مسلمان باید احترام کنه، قدر کنه. همین ان شاء الله شعار هر کدام ما شما برادر است. ببین اسلام ببینید که از قبیله نجران مسیحی‌ها میآیند، مسیحی‌ها مدینه میان. در صحیح بخاری میگذره، معتبرترین کتاب ما در صحیح بخاری بعد قرآن صحیح بخاری است. اهل سنت ده میگه از قبیله نجران مسیحی‌ها میآیند. خیلی مسیحی معلومه که میان راست مسجد صلی الله علیه پیغمبر رو میگیرند. قطعی پیغمبر چی مصلحتی میکنن؟ ها بعد از آن میگن که حضرت مقصد اجازت است که ما در درون مسجد خودت
عبادتی همون مسیحی خودمانو بکنیم. اصحاب میگد که اینجا جای اینو نیست. پیغمبر صحاباش میگه اینو چی در عبادت میکنن؟ مقصد یا قبله ما نیست. پیغمبر میگه دعهم، ترکشون کنین، بگذار در همین دروی خدا را عبادت کنین. تاریخ بشریت برادر عزیز این خیل دین یاد نداره. تاریخ بشریت این خیل دینه که برای همه انسان بین خون انسان، عزت انسان پیش خداوند، پیش مسلمان، پیش قرآن احترام داره. میگه کی را ببین، انا ابو عزیز عمیر در جنگ بدر، اولین جنگی که همگی 313 مسلمان بود، 3000 زیاد مشرکا بود. همینجا فرشته ها یاردمی پیغمبر دا آمدن، فرشته ها آمدن، همینجا غنیمت زیاد آمد. جنگ بدر در قرآن میگذاره، یا اولین جنگ مسلمان ها هسته. شکست مشرکا در همینجا، همین ابو جهل در همینجا کشتن. خب این عتبه را کشتن، شیبه را کشتن، همون کتای مشرکا را در همینجا کشتگیان. میگد انا وقتی که میگد اللهم صل علی محمد و آله، همون وقتی کشتن بعد اسیر گرفتن. یکی از همونا ابو عزیز عمیر بود. ببین خودش حکایت میکنه، مشرک بود. میگه وقتی ما را داشتن، میگه آوردن اکو اسیرها را. میگه پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و چه معامله میکنه با ایو نفرهایی که برای کشتن صحابه آمدن، برای کشتن پیغمبر آمدن. برادرای عزیز این معامله را ببین. میگه خودش خیرما میخورد، ما را نان میداد. اسیرها را در سه بخاری میگذاره، میگه ما را نان میداد. همین ابو عزیز عمیر میگه قسم به بزرگی خدا، میگه شرمنده شدم. میگه وقتی من نان خوردستم، حضرت خیرما خوردستم، همین نان میگه دستم غلطید. میگه نظم پیغمبر بود. میگم تری خم شد در دستم داد، گو بگی تناول کو بخور. این برادری عزیز این بشریت این خیل دین یاد نداره. این معامله زیبایی که پیغمبر ما میکرد این هیچ کس یاد نداره. برای همین است که الله مهربان این قدر مثال ما را دعوت میکنه که راضی میشم از شما وقتی پیروی دین اسلام شد. غیر دین اسلام نگیرین که قبول تو نمیکنم. به خاطر چی؟ به خاطر تمام خیر مقصد و امروزه جهان امروزه هم مطابق با همین قرآنه. زین لحاظ برادرای عزیز این آیت های قرآن، این قصه هایی هستند که اینها در کتاب های معتبرترین ما هم. اینها را ما نمیتونیم که نادیده بگیریم. از مقصد همین برادر همین لا اله الا الله میگه بگوی داخل جنت میشه. خیر ما تقصیر ما گپ منزدیم. انا هر کسی که چخیلی که فهمه انشاءالله برای هر یک گپی که ما میزنیم تفسیر قرآن میگه و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر چیزی را که حاجی مرزا در کجای میگوی یقینا ملائکه های دارم که مینویسن، به هر گفتت پیش مدد جواب میگوی. خداوند میگه سوره قاف ده هر گپ ده جواب میگوی. زین لحاظ من چیزی که میگم آیت قرآن میگم، حدیث پیغمبر میگم، خب معنوش در تفسیر خواندم، با زبان دراز گپ میزنم انشاءالله چیزی که دیدم. برای همین خدا خواهد آنچه که در تفسیرهامون هست، آنچه که در قرآنمون هست، خدا خواهد یکون جایی نمونده است که در اون شبهه یا شک داشته باشیم. یک سوال دیگه اگه اجازه باشه. یک برادر سوال کردم خودش نامده امور امانت و ما گفتم میگم اصلا این مردم هست که یک جا در زندگی من جنگل در زندگی میکنن. او هیچ با مو شهر و آبادی کدام ارتباط نداره. او نه تلویزیون را میدیده یا رادیو را شنیدگی باشه که وای بفهمه که دین اسلام است یا که بیخی دینا هسته. هیچ چیز نمیفهمه. او دم خیلی خانواده تولد شده اما میره زندگیش. او چی میشه او؟ در سوره انبیا همین آیت هست
که بر کسی که اگر خبری آسمانی رسیدگی نباشد اونها پیش خدا معافند، خداوند اونا را میبخشد. ولی فکر میکنم برادر عزیز که این دوری ما دیگه با فکرم جای عذر نمونده. قریب که در تمام جای امکانیت پیدا کردن علاقه شرایطش هست، لیکن اگر به شرط نباشد مثل اون بعضی سیاه‌پوستایی که در بعضی جای زندگی میکنن که تنه اریان میگردن نمیفهمن. حتی ما در تلویزیون دیدم ای بالای آسمان همین امریکانسا ای با فکرم آمده یک قطعه پپسی را میپرتوین زمین دا، همون هم خیلی نگاه پیش نمیان میترسن این چی باشه، همین میگیرن و با سروی همون نیزه چون تلاش میکنن ایس اخیر نشید بعد چی مشورتی میکنن میگه ایرا گور کنده کن میکنن گورش میکنن نمیگیره عقلشون دا. شاید همونها از روی همین آیت قرآن بخشیده شوند که زیرا که نیست در اونامو فهمیش درک همون زین خاطر هر کسی در که نرسیده باشد انشالله پیش خداوند جوابگر نیستد. ولی کسی که اگر گردن کشی کرد و تکبری کرد و ناپسندی کرد و به چشم مثال بسیار پست نگاه کرد خیلی دیگر پیش خدا جواب. همجا سوال ممکنه؟ خب یا سوال همجا برادر میگه انا که صدقه ایخر چی فرق دارد با آدمی که زینوک نزنش طلاق میشه؟ الله اکبر. اگر زینا را حلال بشماره طلاق میشه. اگر بانش که برادر زینا نکن خداوند در قرآن گفته لا تقربوا الزنا و لا تقربوا الزنا، شما با زینا نزدیک نشین. مثال همین چیزا اهمیت نده بگه کی میگه همین گپا، خیلی میگوید خدا گفته سای پیغمبر گفته سای شریعت گفته سای، اگر خدای پرده کنه همین چیزا بگه که نه مقصد یگون دیگر منکر شود همینجا دا بعد زن طلاق میشه. عبارای مختصر خودمون میگه و ارتاد و کل منهما فسخ عاجل، هرگاهی که آدم مرتد شود یک گپی کفر بگه در حال زنش طلاق میشه. این مثال یک مسئله دیگر صدقه ای عربیه، خب خیرش هم عربیه، ولی خیر بسیارتر در هر یک معامله هایی که هست استفاده برده می شود. ولی صدقه هم به خودش بعضی جای هایی دارد که بسیارتر صدقه در همین دادن همین استفاده می شود صدقه، ولی خیر در دیگر در نماز میگیم خیره، نمیتونیم بگیم در نماز صدقه. مثال میگیم در روزه خیره، روزه را کسی بداره بسیار خیره، نمیتونیم بگیم که کسی روزه را بداره صدقه. برای همین همون کلمه ها در جاهای خودش مقصد استفاده میشه و ایلا اگر خیلی بگیری در نگاه هر دوش یک چیزه، فقط فرقش اینه که کلمه خیر در دیگر جای استفاده برده میشه، صدقه در دیگر جای. ای بولوی یک سوال دیگه، ای بولوی نسکی محض کشیدن ممکنه؟ نه، نزد 4 مذهب بالای نسکی محض کشیدن اجازت نیست. نزد 4 مذهب اجازت نیست که بالای نسکی ما محض بکشیم. علل خصوص مذهب امام ابو حنیفه دا میگه بالای نسکی محض بکشین که اگر بمانیش رنگ موزه و راست بیسته، یا اینم علل خصوص جورابایی که پامیری ها میبافن، جورابای پامیری اگر یا بسیار سخت میبافن کو دیدین اما پامیری ها تویجه را هستن مستحکمه. اگر انمون باشد انمون جورابای سخته انم دا میشود دیگر برادر عزیز جوراب دا محض نمیشه. برادرها شما 600 کسی در اینجا من دیگه سوال دارم نمیتونم 600 کس در افیر بوده سوال داشته نمیتونم نه نمیشوند این بسیار همش خفه میشوند تمام حاجی بابا موندهش نگه خاک با ایشون پگا جمع ده سوالی که سیاسی من بسیار هم هستم بسیار هم بچه ها وای میکنن بگیم با لفظ حاضرت تقسیم میزنن وقتی که در داخل همون مطالعه ماشین و زن ها طاقت سوال میشن اکی خیلی دا بابای داملو که انا کار تخصیص از روی عذر
ازرای مثال همون مردک 5-6 هزار کیلومتر тай کرده این دولت اومده که یگان سومک بیاوه مقصد خب زندگیش بهبود کنه خیلی دولت ها اگه دیگه فرق نمیکنه که تاکسیس مردک باشه زنک سوار نشه یا زنک باشه مردک ایچه دیگه ازرای اگه بنابر ازری که در همین ها هسته هیچی باقی نداره هیچی بنابر ضرورت هایی ساعت چند شد؟ 12 یولی وقت این حالی شیخ خدا برکت خدا نگهدار باشه. برادرای عزیز حضور رحمت همه تونده انا خیلی گوگو او کی جوشید موزر خویی کنید که یکی همه تو دعوت به ایرکوز برادران دعوت میکنم میروای سه یک سوال من هم جواب بده خواهی میکنم که یکی اگان گپی بلند گفته باشم کم کم ما هم نتاری 40 بگیر دیگه همین سرای ما برداشتش دیگه قریب قوتش نمونده آفرین ولی به هر حال ما یگان گپی بلند گفته باشم و خواهی میکنم ما همین سوال به خاطر میکردیم که کم برای شما یک چیز معلومات آزم بله بکنیم بله به خاطر ما همین چند وقت همین تفسیر قرآن شریف خوانده میرم کدام تفسیر گوش کردید کدام تفسیر در نزد خودت خشای ما در اینترنت یک تا فارسیش یک تا روسیش پیدا کردیم نه ما تولی نه ما زیتا که تفسیر نمیارم ما زیتا کدام تفسیر تو در خشای یگان تفسیر خوندگی هستی اما کدامش که چیز باشد نه ما از همون تفسیر برای تو چی بیارم دلیل حجت بیارم ما امشب میرم تلفن ویدیو میکنم من در چیزم دارم اما کدامش که به نظر شما زیادتر خواندیم که معقول درست باشه میرم ما الحمدلله ما دارم که من خواستم خواهش خودت کتی به خاطر که یگان تفسیرهای حاضر نبر آمده که هست مثلا در پاکستان چاپ میشه جای دیگه چاپ میشه او دقیق نیست که همونش چی هست واقعا برای ما گفتم کدام اینجا تفسیر بطریه خودت کسی در هست معقول سکور سیاد نیمه گون نیست بیوه معقولتر باشه از دیگرش کردم من برای شما ای دو تفسیر مثلا زیاد نیست ما 10 تفسیر برای خود دلیل میارم همین دو تفسیر آورده در دست پر مفسرای قرآن چی گفتن ان شاء الله دست شما در اگه من رسوندم نمیتونم خیلی اونای برادر دستیم بعد میرسونم مایش برادر احتیاج پیدا وقتی جمعه یک سوال شما حرکت میکنیم یک بطری این میشه برادران مسلمانه که بسیار خدا با تقوا میگیرن و حق مردم میخورن و حق تلافی میکنن در مقابل هر جای خدا بلندتر میپرورن اونا را در مورد قرآن در این مورد اینا قرآن چی میگه خدا چی میگه روز آخرت برادران چی خیلی است گوش که برادر عزیز انا میگه مال پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل مسجد اومد دید که یک آدم برای شش بازی داره نماز خوندیسته ریشه خارجی است نماز خوندیسته خب بعد گفت که اگر همین آدم از خدا میترسید در نماز برای شش بازی نمیکرد فهمیدین؟ خب انا در اومد که یک آدم نماز بسیار تیز خوندیسته بعد گفت که اصلی فإنک لم تصلی خیزه سر نماز کن تو نماز نخوندی میگه باز گفته اصلی فإنک لم تصلی ای سر خون نماز نخوندی تو 3 بار خوند او حضرت ما ای دیگه نمیدونم چی ای بداری گفت نماز تا به نهایت تیز میخوند این نمازی تو نماز نیست خب قرآن برادرای عزیز یک کاره در زمانهای پیامبرمون پیش پیغمبر اومد عیناً همین سوالی شما را دادن گفتن حضرت اخی قرآن میگه این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر قرآن کسی نماز بخونه ای فحشا و منکر نماز منش میکنه یعنی ظلم نمیکنه حق مردم نمیخوره زنا نمیکنه سخنهای فحش نمیگه قرآن گفته است که نماز آدم به همین حالت میاره یعنی تربیه میکنه این خیلی میبینیم در بین مردم با همون غیبت با همون یکدیگر کینه‌گیری خصومت بعد پیامبر ما گفت که زیرا اینکه نمازهای اینها از برای خدا نیست فهمیدین اگر نماز از برای خدا باشه برادر عزیز این چیزهایی که شما گفتین
در بین ما دیگه باقی نمیمونه. لیکن نماز کسی که همین کار میکنه